السلام علیکم دوستان عزیز، خداوند نگهبان تو باشه. اینا لله و اینا الیه راجعون. برادران مهربان، اگر یادتون باشه یک هفته پیش بود یا یک ماه پیش بود من خودم ویدیو کرده بودم برای اکای رستم جان، مادر زمونجا بود. یعنی که اگر یادتون باشه همو پدرش کمش خیلی شکاف شده بود، یعنی کسلی رگ. خدا رحمت مغفرت کنه، دیروز از دنیا گذشت. خداوند جنت الفردوس نصیبش بگردونه. ما همراه اویلش هستیم. اکای لنگری خیلی برادری که با از یوتیوب دیده آمدن، سلامت باشن برای دستگیریشون. همین برادر حاضی در مرگ است، مقصد وصیت کرده است و هم این همسرش اینو میخواهند که چیکار کنن همین برادر ما، یعنی که دفن شوه در قبرستان همین روسیه، یعنی در مسکو میخواهند که گورش کنن، تاجیکستانش نبرن. همین از خدا همه پیلوس مینوس از مرگ، از قبرستان، از کار بردن تا این سوسه تا 60-80 هزار میشوه. اما پیلوس این مادر باید بود دیگه هیچ کنه داره بغیر الله. این باید تاجیکستان برای زندگی دارن، خیلی با حکم میکنن برای جمع گیر کردن مرده و با آینده خود، چون هیچ کس نداره. این مادر خواستیم که یک نواره کنیم کارتش همون همین مادر هم برای راست خدا همین مرده رو جمع گیر شوه، هم دیگه مادر بو برای زندگی شه با آینده تاجیکستان. بابا لنگر یک سخن کرد. سلام علیکم برادر عزیز. برادر که میدیستین همینجا، مادر خودش در همینجا خود اینا نوار کرده بودیم، گفتیم که برادر که مقصد بخواهین بیوین با فکریم که امروز میتلمون کرد، نه متاسفانه پگه دا گفتن پگه خدا خواهد میبریم گورش میکنیم انشالله در یک جایگی. برادرمون از خیستیوار از طرف لیلوبات نه برادر اومده که نه برادرمون، یعنی که دو برادر همینجا خیست اومده است. مقصد در این است که برادر عزیز یک جایگی ما اینه میاد انا همونایی که دشنا میکردن حقارت میکردن و خاندون شما در نجا می اومدن نیست برادر واره با دیگرگون میشه. برای همون خاطر کوشش کنین که امروز قسمت پگه 4 نفر بیاره، روز دیگرش 8 نفر بیاره، روز دیگرش 15-20 نفر بیاره که با در یک جایگی وقتی که یک جایه باشه همین یک مشکلی تمام کار کرده میتونیم. برای همون برادر عزیز گپ بسیار نمیکنیم، بجور مادر یکون سخن کنه از برای خدا بچه این زور است. قدامت که یارده میکنین بسیار خوب میشوه. قدامت که برادر عزیز نه دارین مجبوری نیست برادر عزیز و دشنا و حقارت هم نکنین. قدامت که زور تو نمیرسه حداقل همین نوار را پهن کنین، لایکش مونین، کامنترش مونین، یک برادر در رویش که انشالله با امر خدا برای من نه برادر عزیز، برای همین مادر یک یاردمش میشه. همین برای گوش میکنیم هم در روزگار زندگیش خیلی تو خواب دسته. برادر عزیز مادر سلام علیکم. چند ساله مادر؟ 65. مادر 65 ساله های برادر عزیز. من در نوارم گفتم دینه باز هم میگم که 65 ساله. این پدری که گذشته شدگی بود از شهر قرغن بود. این مادر خودش از سربند میشود. برادرایی که از سربند هستین مقصد دستگیریش کنید برادر عزیز. امروز روزی هست که برادر عزیز این روز دیگه نمیگرده نمیوید، این روز شیمانی داره نمیگرده نمیوید. مادر یکون سخن که یکون گپ داری؟ Я даже не знаю, что сказать. Так тяжело мне было. 7 месяцев беды он мучился, своего внука даже на руках не подержал. برادر عزیز یا تو باشه 1.5 سال 2 سال پیش بوده مادر جان خونه تو در گفتن آبشجید در امن آبشجید ما خدمت لیست رفته بودیم خاطر که حبیب الله خانهشون همونجا سوخته بود. از همون روز اعتباراً کوارتیر با کوارتیر آخرون جای من دیدم رفتم راستش خیلی احوال مادر بد بود. این پدر خدا رحمت کنه که رستم جان شکم شکاف شدگی بود، همه ایتسا برمندگی بودن. به همون خاطر اشکاب داده که وجود همین برادر عزیز زمستانی بود. من زمستانی بود رفته بودم، همین کسلی که بود من الان نمیدونم این چی کسل است. همین گده تا قدی همین چلیک شکاف بود، همین قدی همین چلیک شکاف بود. از بین یک مدت مگذشت، از بین یک مدت مگذشت اکای وجود ما نرفته بودم. اکای وجود من گفتم میرم همون الان همین گلی که نه او میبرویه و بعد میشکوفه این تب میشکوفه کلان میشه و کو همیش کم به همین همین خیلی بود. همین یک خرید بود بعد همین درون همین چیزی زد برو اومد همین خیلی شکوفته همین که کلان شده یک
رنگی همین گل بودی نمی گلی صدبر خیلی میشکفه خیلی پهن میشوه کوی خیلی همون خیلی شده بود ما که اکر نمیدونم چی کسازده نکی تخدار عمج که درک شد برادر عزیز خواهش میکنم کارتا اختن مادر جان رقم اختن برادر رنگش بزنیم برادر این مایی دوره مرده دوره خواهش میکنم کسی میتونه از نزدیک بیاد صحبت کنه کسی نمیتونه قطعش یک همدردی کنه به خاطر خدا 1 روبل 10 روبل 100 روبل کسی نمیتونه یک دعاش بکنه در حقش کسی نمیتونه یک کامنتر خوب بنویسه تا هم نوار پهن شوه و هم 150 تا 200 هزار جمع کنید از سه مادر یعنی که 200 هزار اگر خدای جمع شوه از رسخود مرگ قبرستان تا رهبری مادر تا تاجیکستان باید ما را درست فهمه و خاطر خدا ما برای مادریم خدا نگهدار برای که خیال میگم یک نقطه بس است اگر شورای مادر جان و شما صبر جمیل ان شاء الله جمع گیر میکنیم در بر تو هستیم مردتون گور میکنیم جوباجو میکنیم ان شاء الله بعد ما از شما خلاص شما از ما خدا صبر کنه خدا نگهدار خواهش میکنم نوار پاک نشه خدا نگهدار.